سلام، با دومین قسمت از پادکست تبانی در خدمت شما هستم. هفته پیش راجع به دبس و حواشی مربوط به اون صحبت کردیم. این هفته میخوایم راجع به جادوگر فوتبال آلمان و منجی بایر لورکوزن یعنی ژابی آلونسو. اول بریم دوران ژابی آلونسو به عنوان بازیکن فوتبال رو بررسی کنیم. دوران خوب ژابی آلونسو اول با لیورپول شروع میشه. با لیورپول به چمپیونز لیگ میرسه، در فینال معروف استانبول در مقابل ایسی میلان قهرمان چمپیونز لیگ میشه. بعد از لیورپول راهی رئال مادرید میشه. در مادرید میشه گفت همه جام ها رو میبره، کوپا دل ری، لالیگا، چمپیونز لیگ رو میبره و بعد از مادرید هم راهی بایر مونیخ میشه. در بایر مونیخ جام حذفی آلمان و بوندسلیگا رو میبره و در همون بایر مونیخ هم از فوتبال خداحافظی میکنه. جام ملی هم با اسپانیا جام جهانی 2010 رو میبره و همینطور جام ملت‌های اروپا رو. بعد از خداحافظی از فوتبال خیلی طول نمیکشه که ژابی آلونسو در قامت مربی به دنیای فوتبال برمیگرده. اولین تجربه مربیگری او برای تیم‌های پایه رئال مادرید هست. برای زیر 14 سال رئال مادرید مربیگری میکنه. بعد از اون راهی سوسییداد، تیم سابق خودش میشه و زیر 23 سال سوسییداد رو هدایت میکنه و در اکتبر 2022 در اولین تجربه جدی راهی لورکوزن میشه. انتخاب لورکوزن برای ژابی آلونسو یک انتخاب به شدت ریسکی هست، به خاطر اینکه لورکوزن رو در شرایطی بر عهده میگیره که انتهای جدول، جزو 5 تای آخر جدول هست. اصلا لورکوزن رو در اون شرایط نمیشه به عنوان یک تیم در نظر گرفت، ولی خب ژابی آلونسو به خودش اعتماد داره و قبول میکنه. پروژه کوتاه مدت ژابی آلونسو در لورکوزن موفق هست. او تیم رو از انتهای جدول تا رده ششم جدول بالا میاره، سهمیه اروپا رو میگیره و در لیگ اروپا هم تا نیمه نهایی پیش میره و در مقابل روم خوزه مورینیو شکست میخوره. همین اتفاقات، این رشد صعودی لورکوزن باعث میشه تا مدیرای لورکوزن به ژابی آلونسو منجی تیمشون اعتماد کنند و در فصل نقل و انتقالات هم اجازه بدن که ژابی آلونسو خریدهاشون رو انجام بده. یک بررسی بکنیم لیست ورودی‌های ژابی آلونسو رو در مقایسه با لیست خروجی‌های اون تیم. اول لیست خروجی‌ها رو بررسی بکنیم، ببینیم چه بازیکن‌هایی رو و با چه قیمتی فروخته. اولین بازیکنی که ژابی آلونسو به صورت قرضی اون رو به آیس روم میده سردار آزمون هست. سردار آزمون رو با 13 میلیون یورو به صورت قرضی راهی روم میکنه. دومین بازیکن و مهمترین بازیکن موسی دیبای هست. دیبای رو با مبلغ 54 میلیون یورو راهی استون ویلا میکنه و سومین بازیکن میشایل باکر هست. میشایل باکر رو با 10 میلیون یورو راهی آتلانتا میکنه و البته یه تعدادی بازیکن دیگه که با مبالغ پایین‌تر راهی تیم‌های مختلف، حالا یا به صورت قرضی یا به صورت دائم راهی تیم‌های دیگه میشن. سر جمع بایر لورکوزن در فصل نقل و انتقالات چیزی اولوش 80 میلیون یورو از راه فروش بازیکن به دست میاره. ببینیم از این 80 میلیون یورو چه استفاده میکنه و لیست ورودی‌های لورکوزن رو بررسی بکنیم. اولین بازیکنی که ژابی آلونسو خرید میکنه گریمالدو هست. گریمالدو رو به صورت رایگان و در واقع آزاد از بنفیکا میگیره. این دفاع چپ رو که میبینیم عالی هم بوده و توی 25-6 بازی که برای لورکوزن کرده چیزی اولوش 6 گل زده و 7 پاس گل داده. فکر کنم به لحاظ آمار پاس گل برای یک دفاع صدر جدول باشه توی دنیا. 9 پاس گل داده، یعنی آخرین آمار رو هم اضافه کنیم 9 پاس گل داده. بعد از اون به عنوان بال راست هافمن رو میگیره با 10 میلیون یورو از گلادباخ که اون هم تا اینجای کار 5-6 پاس گل داده. برای خط میانی خودش ژاکا رو از آرسنال میگیره با مبلغ 25 میلیون یورو ژاکا رو خرید میکنه. برای پست مهاجم سایه تلا رو از ساوثهمپتون میخره به ارزش 25 میلیون یورو. تلا هم بازیکن بدی نبوده، تو چند بازی که بازی کرده منتها یه معصومیت باعث شده که مقدار دور باشه از فضای فوتبال.
و به عنوان مهاجم هدف بهترین خرید لورکوزن ویکتور بانیفایس هست که از یونیون سنجیل بلژیک خرید میکنه به مبلغ 25 میلیون یورو. توی 25 6 بازی که برای لورکوزن کرده جمعا 16 گل به ثمر رسونده. این هم مجموع بازیکن‌های مفیدی که البته یک سری بازیکن دیگه هم به صورت قرضی از تیم‌های مختلف گرفته با مبالغ پایین که خیلی مهم نیستن. سر جمع 90 میلیون یورو لورکوزن توی فصل نقل و انتقالات بابت خریدهاش هزینه میکنه. میبینیم 80 میلیون یورو خروجی هست، در واقع 80 میلیون یورو درآمد لورکوزن هست و 90 میلیون یورو مخارج لورکوزن. با این هزینه اندک نتایج لورکوزن ژابی آلونسو رو ببینیم. سال 2023 بدون شکست، تنها تیم دنیا بدون شکست دارن میگذرونن، همچنان صدر جدول بوندسلیگا با 7 امتیاز اختلاف نسبت به بایر مونیخ 48 امتیاز دارن الان. و این شرایط لورکوزن هست که میبینیم در واقع ژابی آلونسو توی پروژه میان مدتش کاملا تا اینجای کار موفق بوده. باید دید یا تیمی پیدا میشه که بالاخره جام رو از بایر مونیخ بگیره یا نه. به نظر مهندس فوتبال میتونه موفق اول باشه. سابسکرایب کن، بعدم ادامه ویدیو رو ببین. مرسی. سلام. خودتون رو معرفی میکنی؟ محمد گرجی. محمد جان بازی‌های تیم ملی رو دنبال میکنی این روزا؟ یه دونه‌شو دیدم چون کار داشتم نرسیدم کامل ببینم. نتیجت از پیشبینی جام چیه؟ کی قهرمان میشه؟ به نظرم 50% ایران 50% ژاپن. خب اینا که تو یک چهارم به هم میخورن احتمالا. به نظرتون اگه من دوست دارم ایران قهرمان شه. خب از این ور جدول اگه ایران بره فینال، چون ژاپن رو باید حذف کنه، به نظرت اون ور جدول کی به فینال میرسه؟ کره و به نظرت ایران کره رو میبره؟ آجی دمت گرم، خیلی من خود دهیده بودمه. خدا تنتو برات حفظ کنه. خب دوستان ما یه مصوم داشتیم، حالا ادامه ویدیو. 3 تا بازیکن ازت میپرسم از قدیمیای ملت‌های آسیان، تیم باشگاهیشون رو باید به اون بگی. کریم باقری پرسپولیس بود. پرسپولیس چی؟ هامبورگ. آره. علی دایی یاد فاک خوشگال نره پاکشیسون. منچستر یونایتد. آره خیلی ممنون محمد جان. تشکر. سلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ امید هستم. همین. امید هستم. بازی ایران رو توی جام ملت‌های آسیا دنبال میکنی؟ حقیقتا دنبال میکنم در حد خبر. به نظر شانس قهرمانی تو ایران هست؟ به نظرم ژاپن قهرمان میشه. 3 تا اسم بازیکن‌های قدیم این جامو میگم، تیم‌های باشگاهیشون اگه میدونستی به ما بگو. علی دایی. باشگاهی ایران؟ نه اروپا. بایر مونیخ خوب میدونم بوده. فکر کنم درسته. علی کریمی هم بایر مونیخ خوب میدونم بوده. یه تیم دیگه هم تو آلمان بوده، اونم میدونی؟ اخیراً رفت، یعنی آخرای فوتبالش. نه والا. و خداداد عزیزی کالجی بوده؟ آره. نمیدونم. مرسی امید جان، لطف کردی. سلام. خودتون رو معرفی میکنید؟ محمدم. آرمان. جام ملت‌های آسیا رو دنبال میکنید بازی تیم ملیو؟ آره تقریبا آره. پیش بینیتون از تیم ملی ایران چیه؟ همین قلعه‌نویی به نظرم، من دوست ندارم قهرمان بشه با قلعه‌نویی. آخه یه کمی آدم ردیفی نیست برام، ولی اصلا کریر قلعه‌نویی خنده داره به نظر. علی آدم خفنی ها، یعنی مربی خب یعنی به نظرتون حذف میشه تو مرحله حذفی، به فینال نرسیده؟ نه ممکنه بیاد بالا به خاطر اینکه کل تیم لژیونره، یعنی بازیکنای خوبی هست ولی مربی نیست که اندازه بازیکن‌ها باشه. نظر من اینه. احتمال قهرمانی میبینید تو تیم ملی؟ نه. شما چی؟ ببین من این شکلی هم که آره بازی الان بیشتر دوش قضیه رو دوش بازیکن‌ها و اینکه احتمال قهرمانی ممکنه اگه این نسل قهرمان نشه، به نظرم دیگه قهرمانی تو یک چهارم به نظرتون ژاپن رو رد میکنه؟ آخه یه چیزیه که خیلی
نمیدونم فکر نمی‌کنم. امیدوارم نمی‌دونم. نه فکر نمی‌کنم نه. ژاپن شما هم نه؟ می‌خورتش. خب من اسم 3 بازیکن که قدیما توی این جام بازی کردن رو میپرسم، تیمای اروپاییشون اگه میدونستید به من بگید. اگه بدونیم چه. خداداد عزیزی، نمیدونم من. شما؟ عزیزی تو آلمان بازی کرده. درسته؟ آره، درسته ولی اسم تیمو یادم نیست. خب ولی کریم می‌دونم که باقری؟ کریم باقری هم بایر مونیخ بازی کرده نه؟ نه. ولی چی اون یکی چی بود؟ علی دایی هم علی آخریشه. دایی که بایر مونیخ بازی کرده نه، ولی وایسا اونو بهت بگم. چیزو میدونم، کریم باقری رو میدونم. بایر لورکوزن هم نبود؟ آره آره. خدادادم هانوفر بوده. هانوفر. هانوفر. بچه کیا هم کجا بود اگه تو راست میگی؟ هامبورگ. هامبورگ بود. بچه مرسی خیلی لطف کردین. سلام. سلام. خودتو معرفی میکنی؟ امیر جلالی هستم. بازیای تیم ملی ایران رو توی جام ملت‌های آسیا دنبال میکنی؟ نه زیاد. به نظر قهرمان کی میشه؟ ژاپن. اسم 3 بازیکن که تو این جام قدیما بازی کردن رو میگم، تیم باشگاهشون اگه میدونستی به ما بگو. علی دایی. تیم ایرانیشو بگم یا خارجیشو. بایر مونیخ. خداداد عزیزی. خداداد اشتباه نکنم هامبورگ بازی میکرد و کریم باقری. کریم باقری هم بایر مونیخ. تیم باشگاهی ایرانشون علی دایی، پرسپولیس، شاهین، کریم باقری پرسپولیس و خداداد عزیزی. مسلم هم بوده اشتباه. پس حسابی فوتبالی هستی. آره. مرسی، تشکر. جمله‌مو آماده و حس کردم. بفرمایید. تنها اطلاعاتم راجع به فوتبال اینه که 11 نفر دنبال یه توپ میدونن توی هر تیم و سعی میکنن که از اون یکی تیم بگیرنش. پس توضیحات به نظرتون ایران قهرمان میشه یا نه؟ نه. مرسی خیلی ممنون. خودتون رو معرفی میکنی؟ مرسی خیلی ممنون. نظرتون راجع به بازی تیم ملی توی جام ملت‌های آسیا چیه؟ من کلا بازی تیم ملی رو نمیبینم. نمیبینی؟ چندین ساله از مثلا علتش چی بوده؟ دوست ندارم. تیم ملی ایران رو دوست ندارم. احساس نمی‌کنم تیم ملی ایرانه. تیم حکومت ایران که شمال وطنم نیست. دوستش ندارم. مثلا شما کسی که مثلا چمپیونز لیگ ببینه یا مثلا پرمیر لیگ انگلیس ببینه مثلا میاد ببخشید بکشونه عراق و ویتنام ببینه، لول خیلی فرق میکنه. خب نظرتون راجع به مسابقات یورو چیه؟ کلا بازی‌های ملی ضعیفه. اینو شما قبول دارید؟ مثلا من بخوام یه فوتبالی بگم میگم چمپیونز لیگ اروپا UCL بهترین تورنمنتیه که انجام میشه. حالا شما حتی بخوای مثلا جام جهانی هم بیاری کنار این میذاری لول اون خیلی بالاتر. مثلا شما یه بازی رفته و برگشت بایر پاریس و بایر بارسا رو بیا مقایسه کن با اصلا بهترین بازی‌های جام جهانی. بارسای مورد علاقتون مال چه سالی بوده؟ 2011. مرسی خیلی ممنون. لطف کردم. سلام. خوبی؟ ممنونم. معرفی میکنی؟ من عارف هستم. نظرت راجع به جام ملت‌های آسیا امسال چیه؟ خوبه تایمشو زیاد کنید. بازی‌ها رو اصلا نگاه کردی تا الان؟ بازی‌ها رو والا خلاصه‌اشو نگاه می‌کنم. خلاصه رو نگاه. فکر میکنی کی قهرمان بشه؟ من خیلی دوست داشتم فلسطین به خاطر اینکه شرایط خوبی ندارن مردمانش و کشورش اینا برسه که فکر میکنم گروهی نیومده بالا. درسته؟ حذف شده از سوم البته امکانش هست بیاد بالا. من انشالله که فلسطین شگفتی ساز جام بشه و برسه به نقطه‌ای که یه قهرمانی واسه اون ملت مظلوم بیاره. بازی‌های ایران رو اصلا نگاه کردی؟ ایرانو دیشب امارات رو مثلا 30 دقیقه‌ش نگاه کرد. نظرت راجع به سرمربیگری قلعه‌نویی چیه؟ آقا امیر که کارش حرف نداره به نظرم. من خودم استقلالی هستم و خیلی دوست داشتم اگه میخوان شانس مربیگری به مربی ایرانی بدن از مهرهای جوانتر مثل آقا جواد نکونام آقا فرهاد مجیدی استفاده میکردن. اصلا به استقلالی بودنشون ربط نداره. چه ربط داره؟ آخه تیمی که نتیجه گرفته، تاریخ غنی داره، 2 قهرمانی آسیا داره، مسلما انتخابای خوبی داشته که به اینجا رسیده. بچگی فن استقلال بودی؟
اصلا به نظرم آدم منطقی به فوتبال نگاه کنه. فوتبال ایران منطقی ترینش اینه که طرفدار تیم باشی که شما قهرمانی آسیا داشته باشی. صحیح. و به نظرم آقا امیر قلعه‌نویی هم آسیا رو میشناسه. حالا شاید گزینه خوبی واسه جام جهانی نباشه ولی آسیا رو میشناسه. مرسی، لطف کردی. سلام. سلام، خودتون رو معرفی میکنی؟ از سیما هستم. شام ملت‌های آسیا رو دنبال میکنیم بازی تیم ملی رو؟ بله تقریبا. پیش بینیتون چیه واسه تیم ملی؟ ایشالله که برنده بشن. برنده بشن؟ همشون ایشالله تا آخرش رو برنده بشن. ایشالله. 3 تا بازیکن قدیمی ازتون بله. میپرسم، اگه تیمای باشگاه اروپاییشون رو میدونستید به من بگید. تیم اروپاییشونو؟ آره. باش. اگه سخت ایرانیش هم میتونی بگی. باش. پرسپولیس علی دایی، تیم ملی دیگه. کریم باقری، بایر مونیخ. خداداد عزیزی، نمیدونم. مهدی مهدوی کیا؟ رئال مادرید. خیلی ممنون، مرسی، لطف کردی. خواهش میکنی؟ فرهنگ هستم. جام ملت‌های آسیا رو دنبال میکنین؟ نه متاسفانه تا حالا فوتبال تو کامل ایران ندیدم. شانسی داره؟ آها فوتبال تا حالا کامل ندیدی؟ نه پس نظرتون راجع به فوتبال چیه؟ چرا فکر میکنین یه عالم آدم این یه سری ورزش رو آدمن دنبال که میکنن؟ دنبال یه توپ میدوئن که بکننش توی نه هوادارا پس واسه چی نگاه میکنن؟ هوادارم اونا دیگه بدتر. اونا واقعا دیگه تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی بیناموسی. حالا کلا حسی به فوتبال ندارید یا بعدتون هم میاد؟ نه احساسی ندارم. احساسی ندارین؟ احساس. فوتبال خودتون بازی کردین بچگیاتون؟ نه همیشه ورزش‌های دیگه، شطرنج اینا. شطرنج، ورزش‌های فکری بدون تعب. ورزش‌های فکری. فوتبال به نظرتون به فکر احتیاج نداره؟ چرا خیلی، ولی مال فکر من نیست، مال فکر یه سری. مرسی، خیلی ممنون.